جوانان من به شما مراجعت میکنم. این وطن شماست. این سرزمین آزادی از شماست. سرجم شوید، خوانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید. آینده وطن خود را شاهی بکنید، دیده سعادت جهان را. کلی مردم تاجیکستان، پدر و مادران، بار دیگر دعوت میکنم که با علم آموختن، کسب و هنر آموختن فرزندان صدچند کمک کنید. صدچند در این جهان هزاره سه همان ملت ها، همان دولت های عمر و بسر برده میتوانند که اگر از لحاظ علمی و تکنولوژی پیشرفت باشد، از لحاظ سوادناکی ملتشان پیشرفت باشد. ملت چقدر باسواد باشد، صاحب کسب و صاحب هنر باشد، محتاج به یگان دولت نمی شود، محتاج به یگان کس نمی شود.